وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني محررين. بابا عزیز چه طوفانی. کیفمو گم کردم میرم دنبالش. بس کن نیشدار، حتی تپ‌های شنی هم جا به جا شدن. به هر حال اون چی که لازمه من همراه دارم. راه بیافت بریم بابا. ولی من که گفتم نمیخوام اونجا بیام. بریم بابا جون بریم. من نمیخوام بیام، میخوام برگردم. برمیگردیم. یالا بریم. بابا عزیز دیگه نمیخوای به جشن بری؟ چرا بابا جون؟ تنهایی؟ رامو پیدا میکنم. آخه گم میشی. کسی که ایمان داره گم نمیشه بابا. المطمئن لا یضیع ابدا. پس این جشن کجاست؟ نمیدونم بابا جون. بقیه چی؟ اونا میدونن؟ نه اونام نمیدونم بابا جون. آخه مگه میشه به جشن رفت که کسی نمیدونه کجاست؟ کافیه
راه برید. اونا که واقعا دعوت شدن خودشون راه رو پیدا میکنن. ولی من میخوام برگردم. میخوام تا جاده همراهیت کنم، اونجا اتوبوس میرسه وقت برمیگردی. از طوفان ترسیدی؟ نه ترسیدم، با خاطر بودن میخوام برگردم. تو میخوای پدر بزرگت تنها بذاری برای خاطر یک لاک‌پشت؟ عجب نوه‌ای دارم من. ببینم گشنته؟ خب وقتی رسیدیم لب جاده 2 تا خرما بهت میدم. نه همین الان بده. بیا این یکی، اینم یکی، 2 تا بده بریم. یه نفر اونجاست. بسیار خوب، ببینم میتونه تو رو همراهی کنه. آقا فکر کردی میتونی یه دست من فرار کنی؟ توی چاله وسط بیابونم قایم شده بودی پیدات میکردم. داداش من چی کار کردی؟ بگو چی کار؟ ببخشید دنبال یه دردیش بوهنقی میگردم. نه این نمیتونه تو رو همراهی کنه. بایستا! اگر دوباره پیداست بشم میزنمت. ایشتار برگرد، داره شب میشه، میخوایم آتیش روشن کنیم. تو باید کنده بشی. یا الله. بابا عزیز فقط همینقدر پیدا کردم. ایشتار نوام معرفی میکنم. بابا عزیز مگه اون میفهمه تو چی میگی؟ سال هاست با هم آشنا هستیم بابایی. بابا عزیز سردمه. چوبا رو بده آتیش روشن کنیم. بگیر بابا عزیز. ولی وقتی تو حرف میزنی کمتر سردم میشه. میخوای واسه یه قصه بگم؟ یه قصه بگو که توش غزل داشته باشه. روزی بود روزگاری بود خیلی قدیم تر از ما، صحرایی بود شبیه همین صحرا. Hello,
هنوز تلخ. خدای من بلایی سرش اومده. بابا از این نو حاضر شد، الان میسوزه. داغه میسوزه دسته. بالاخره شاهزاده رو پیدا کردن. شاهزاده رو ندیدی؟ شما چطور؟ تو شاهزاده رو ندیدی؟ شما ندیدی شاهزاده رو؟ سلام. شما شاهزاده رو ندیدی؟ سلام. حتما شاهزاده گم شده است. شاهزاده گم شده! شاهزاده گم شده! چه خبره؟ چه خبره؟ هوای بخت بی بال و
ما که سر در بیابونم شبا سرشک از دیده بورانم شب و روز بیشتر حواست با منه؟ دارم گوش میدم بابا عزیز. یه روز سواری به شهر ما. شاهزاده رو پیدا کردم اما نه هم آدمی که بلایی به سرش اومده نمیدونم. زخمی شده؟ ظاهرا که نه. چقدر معما میگی؟ خودت بیا و بگو. انگاری او با تصویر خیش در آب صحبت میکنه. شاید که این تصویر خود او نباشد. تنها آنهایی که عاشق نیستند تصویر خود را میبینند. پس او چه میبینه؟ او غرق تماشای خویشتن است. مزاحم او نشوید، زیرا ممکن است روحش برود. افراد را برگردانید، مزاحم او نشوید. من باید با او تنها باشم و از اون مراقبت کنم. بیشتر فکر کردم بدون من رفتی بابا عزیز. منم فکر کردم تو بدون من رفتی بابا جون. چطور نشدی؟ صداش منو بیدار کرد. داشتم نماز میخوندم. بیشتر
مثل این که تنها نیستیم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انتم ماشيين للموسم؟ مراسم؟ بله. من فکر کردم تو دیگه با من نمیاد. چرا؟ ولی باید بقیه قصه شاهزاده رو برام بگی. خیلی خوب میگم بابا جون. راه درازه میگم واسه. قل وين هالموسم؟ ما نعرف. حتى بابا عزيز ما يعرف. اصلا ما حد يدري. بصح كيفاش توجدوا طريق؟ فقط سيروا. واذا تهنا كيفاش؟ المطمئن لا يضيع ابدا. الكل يبحث بأنفس لديه و انت صوتك الجمیل. بخوام پسرم، صدایت برایت راه رو باز میکنم. ای روز برا که زره رقص کنند آن کسی که هر دو جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که خود را رقص کنند هر زهره که در هوا و در هامونان درویش یعنی چی؟ اونا همشون مثل تو پیرن؟ نه، از هر سن و سالی هستن. از زن و مرد. حتی بچه ها؟ بله. اونا هر 30 سال یک بار دور هم جمع میشن و مجلسشون چندین شبانه روز ادامه داره. حالا نفس تو نگه دار برای راه رفتن. اگه بخوای به اونجا برسی نفس تو لازم داری بابا جون. بابا عزیز، اون هنوز دنبالمون میاد. میدونم بابا جون، میدونم. بابا عزیز عجله که خودتونم رسیدیم. اینا درویش هم، اما ما هنوز موندیم نرسیدیم. بابا عزیز، من شن خوردم. مهر فرشته به لب داری. بابا عزیز، مهر فرشته اون دیگه چیه؟ میدونی بچه وقتی تو شکم مادرشه همه اسرار جهان میدونه. وقتی که میخواد به دنیا بیاد یه فرشته میاد، انگوش میذاره روی لبش، همه چیز یادش میره. به یاد آن دانایی گم شده. بعضی بچه ها مثل تو روی چونهشون چال میفته، بهش میگن که مهر فرشته. ولی یه روزی میشه چیزی که یادمون رفته دوباره یادمون بیاد. شاید. خود میره مجلس بود اندر لعمت خسرو محمد شم محفل بود
شب جایی که من بودم یا حبیبی یا حبیبی یا مولایی یا حبیبی یا مولایی یا حبیبی یا مولایی یا حبیبی یا مولایی یا مولایی یا को जगाते हैं जल्दी से चलो ऐ सरवरदी जल्दी से चलो या सरवरदी अल्लाह तुम्हें बुलवाते हैं फिरदौस का जामा नूरानी उस नूर को जब पहनाते हैं और अपनी जुबान पर लाते हैं वो या अरे नूह को जब मौजे तूफान में एक नारा मिल गया या हबीबी या हबीबी بابا عزیز اینجا پل درویشه رسیدیم؟ نه بابا جونان نرسیدیم. میخوام غذا بگیرم. دون آش نرزی آش نرزی آش بیشتر بریزین پیرادو نفر حساب میشن. برو عزیزم اگه گرسنه بودی بازم برگرد. بگیر بابا عزیز. ایشتا تو چه اینقدر تون غذا میخوری؟ برای اینکه بقیه قصه شاهزاده رو برام بگی. شاهزاده همچنان به ته آب خیره مانده بود. همه از اونجا رفته بودن، حتی مباشر. تنها درویش پیر کنار اون مونده بود و از اون مراقبت میکرد روزها و شبها. মনের মাঝে বধূ
وایسا نرو ایستا. يا ساتر يا ساتر وسعوا وسعوا ساعدوا عليه بالكم بالكم اسمك يا ولدي؟ عثمان. ليش رميت نفسك في البير؟ لوج على قصري في قاع البير. أحب قصري. مسكين مسكين مجنون. احقد تحب تموت. پسرم تعریف کن که آرامش پیدا کنی. أول ما طحت في البير حليت عيني في قصر. فينه قصري؟ باش نمشي، باش نهج، باش نخلي لك القفار والغبار. يا بابا خلاص. بعد ما مات بابا ورثت عليه حمالة الرمل. الخطاط كان أحسن حريف عندي، كل ما نزوره نلقى حسن تلميذ صاحبي الوحيد. كنت نحب نهج من البلاد وحبيته يجي معاي، لما هو ما حبش، عنده كيف الحاجة شدته تابعه. سيدي جبت لك الحليب. هذا رمل حنين كيلا حرير. مشيت على خاطرك، أما هذه آخر مرة. باش نرحل. كيفاش عثمان؟ هذه حرفة بوك وجدك. هذاك علاش نحب حد يورثها. هز الأمانة لصاحبتها وما تنساش اللي هي أمانة. خيلي غشنق. تعباني؟ بس داری میری؟ بله، تجي معايا؟ خنکاندم که نشینیم در ایوان من و تو. میدونی که نمیشه. حتی که نبيع موتور ما نخلطش. بفروشش بعد بیا دنبالم در مسجد. خاک کوی دلبر
تو یگانه شوی در نگاه دل برو با جانت خاک کوی دل تو یگانه نشوی در نگاه دلبر دلبر تو یگانه حسین جانت خاک کوی دلبر تا یگانه شوی پروانه 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 کجا میریم؟ مگه نگفتی پول کافی نداریم؟ دنبالم بیا. تصمیم تو گرفتی؟ آره. واقعا تصمیم تو گرفتی؟ آره. فکر کن جایی که میخوای بری بهتر از اینجا باشه. آره میرم جایی که شین نباشه. سلام خسته نباشی. این ساعت میخوایی؟ نه بیداری؟ خذها صاحبك يأتيك فيها أكثر. ما حبش يشتريها؟ لا. ما يكفي هذا قليل. أنت ما أدري كم خطر أنا أتحمل لما أعديك من هذه الحدود. حياتي احتمال تتدمر. هذاك ما حصل. هاي مشكلتك أنت، ما هي مشكلتي أنا. أنا هالليلة أتحرك، ما تريد تخلي شان غير سفر. خش، ما يخالف هالليلة شو. بس. تردام من سجاد شراب آلوده آمد افسوس کنان آمد افسوس کنان مغلچه باد فرو یه منف من به تو میام مسجد و تو میخونه پیدوت میکنم. منی؟ چی میگی؟ مسجد؟ من تا حالا پامو تو مسجد نداشتم. مسجد ما فهمت چیو؟ تو که میخونه بودی هلا تو مسجدی؟ من؟ میخونه؟ مستی؟ نقص من اللي ريت. آها فهمیدم. تو منو با برادرم حسن عوضی گرفتی. ما دو قلوییم ولی خیلی فرق داریم، مثل دو طرف یه آینه. قیسات رو ادامه بده. میدونستم. عرفت حقني سافرت في وقت. خير رفتي ولا نرفتي؟ هي ولا مان؟ لا لا ما نقبل كل شيء.
سلام. عندي لك أمانة. تعال بیا تو. بخور بعد تشنه باشی. بشین. بشین اینجا. تو برام بخون. أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني وألثم فاها كي تزول صبابتي فيزداد ما ألقى من الهيام. شوهرم بیچاره بازیچه شیطون شده. من فکر میکنم خداوند جلوه‌ای از بهشت رو برایش نمایان کرده. ليش در چشم کسی که با آن بنگرد. وقت اللي تحت في البير لقيت روحي في قصر ودايرين بيا برشا بنات كلهم حبوني، انما حبيت كان زهر، حبيتها تجي معاي. يجي معاي. نگاه کن، اون دور دورا آتیشی هست، حتما یه عده چادر زدن. برو اونجا، مطمئن که شدی زود برگرد به قصد دنبال من. خرجت من القصر، جريت وعرضني كان نرمل ونخلة تاكل فيها النار. تلفت ذاب كل شيء، كاين ولا كان لا قصر ولا زهر. وصحت مدة وأنا اللوج حتى وصلت لهنا. پسرم به جلوی آب راضی نشو، باید خود را به دریا بیفکنی. سفرت را با ما ادامه بده. دیوانه است، کاملا دیوانه. چه کسی دیوانه است؟ مگر دیوانه آن کس نیست که دیوانه‌اش میپندارن؟ اگر واقعا اون قصر را دیده باشد چی؟ کشف است برادران، این کشف است. پس واقعیت داره؟ قصری منو مشناسید؟ به مجلس ما بیا که شاید شاه قصرت را بیابی. بابا علی، راه از این طرف نیست. تو راه رو بلدی بابا جون؟ ولی همه از طرف دیگه رفتن. خب هر کسی به راه خودش ایستاد. بابا عزیز گمش کردیم. میدونم بابا جون.
نه زیاد نمونده. راسته که از همه جا میان؟ بله از همه جا میان. حتی دورتر از جایی که ما آمدیم؟ بله خیلی دورتر از جایی که ما آمدیم. برخی از کوه ها میان، بعضی هم از دریاها. و ما از صحرا. بله ما هم از صحرا. نفس تو نگه دار برای راه رفتن. اگه بخوای به اونجا برسی نفس تو لازم داری بابا جون. خاک دلبر برو با ماشکان خاک کوی دلبر تا یگانه شوی با سمت سوی دلبر. برو با ماشکان خاک کوی دلبر تا یگانه شوی دلبر. بابا عزیز
اشتاق اشتاق چی شده پدر؟ گم شدی؟ نه نوام گم کردم اسمش اشتاره اگه کمک کنی رد پاشو بگیری شاید همینجا خوابش برده باشه خیلی متشکرم نگران نباش من خودم پیداش میکنم ممنونم ایشتار ایشتار خدا با تو بود که من سر راه قرار گرفتم. خدا منو فرستاد که راهو به تو نشون بده. آهام داشت تو کفشام تاول میزد. دیگه نمیتونستم جلو برم. اینجا به چه کار اومدی؟ اومدم از یه درویش انتقام بگیرم. استغفرالله. یه درویش موهنایی. اون به تو چه کرده؟ کسی داداشمو کشته. حالا تو فکر میکنی که توی این بیابون پیداش کنی ها؟ حتما به این مجلس دیوونه ها اومده. کلی خرج کردم تا گیرش بندازم ها. اشتا 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 رمزون حرومزاده اقلا کفشامو بهم برگردون اگه گیرت میارم حرومزاده اقلا کفشامو بهم برگردون اگه گیرت میارم
تنها ز خورشید لا تتحير يا جدي، ريح هنا فوق ظهري. سخونة هرجع للماتشات. تب داره، آب جوش درست کن. سخونة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بذار من بکنم. فقط باش حرف بزن. آخه بچه است، چی بهش بگم؟ بچه است ولی اشتها روحش کهنه. آخرین سفرت براش بگو، خوشش میاد. سافرت مرة للمشاركة في مسابقة دولية، ليلة جروني شباب للمة شعرية لأني ربحت. جيت الأول في الترتيل والتجويد القرآن. هذا الغزال الذي بدر محياه، قالت لنا الحال إياكم وإياه، فكم كتبنا إليه في مراسلة ما لفظه ضيق عن حمل معناه، وما كتمناه مما لا نبوح به أضعاف أضعاف ما كنا كتبناه. سلامتي. 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 في بحر الأيام الواسع في ذكرى الشوق، وأمام لهيب الشمس اللاسع تحت الحرق، وبين نهار اليوم الطالع كان الفرق. أمضينا عمرا وقتا شاسع في بحر العشق، لبلاد كان فيها الوطن الرائع، لبلاد الشرق، لبلاد كانت تطعمني أشهى الأشياء، لبلاد كانت تسقيني لبن الكرامة والإباء، لبلاد كانت تحرسني من كفر الكفرة والأعداء. فآه من يواسيني، ما أقسى حياة الغرباء، فمتى يا زمني تتركني أن أحيا كما روحي تشاء. سلامتي. ای روز برا که زرهه را رقص کنند،
آن کاش که از او چرخ و هوا رقص کنند یان حوض خوشی به سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا و در حال است نکو نگرش که هم شما مفتون است هر زهره اگر هوش است اگر محزون است سرگشته خورشیدی خوش بیچون است كلهم راحوا قينا رس رس بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين. این شعر پدرم بوده. ای روز برا که ذره ها رقص کنند آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. پدر من جایی است در این دنیای وسیع همچون سایر دراویش. من زمانی طولانی انتظارش را کشیدم. صدای تو علامتی بود از سوی او. او مرا صدا کرد، خواند. پاسپورت و لباسهایت را برمی دارم و به جستجوی او می روم. خدا حافظ. نور. نور طارت وخلتني زعما فين تلقاها ايش داير؟ تسمع فيها؟ انت عاشق؟
ایشتا خوب شدی؟ بله پدر بزرگ خوب شدم. بابا عزیز من صدای گربه شنیدم. منم. اتركني انزل خاف ضايعه. لا مش ضايع، هذا قت نور، انا جبته معايا. حابين نشوفه. محزونة. فين النور؟ مؤكد مش التراجي في بابها. وليش غسل شعرها؟ منين جاك هذا اشتر؟ وانا فكرتك راكدة. شوي شوي. ما خلت لي شيء، مشيت بعويناتي وباسبوري ولبسي. ليش؟ في أكل بلاد ممنوع للمرة تسافر وحدها. اون خودش به شکل تو در آورده. حالا کجاست؟ منم دوست دارم بدونم. یا بریم دیگه. دوست داری دوباره ببینیش؟ بابا عزیز بذار اون هم با ما به مراسم بیاد. اونم الان با ماست بابا جون. اون که درویش نیست بابا عزیز. چه کسی میدونه؟ برای هر یک از ما در این دنیای وسیع یه چیزیست که نباید فراموش بکنیم. اگه اونو فراموش نکردیم بقیه دنیا برای ما اهمیتی نداره. اما اگه همه چیز یادمون باشه به غیر از اون یه چیز، مثل اینکه هیچ کاری نکردیم. با داداشم چی کار کردی؟ از من کاری خاص براش انجام دادم. جملگی در حکم سه پروانه در جهان عاشقان افسانه اولی خود را به شم نزدیک کرد، گفت آن من یافتم معنای عشق. دومی نزدیک شعله بال زد، گفت آن من سوختم در سوز عشق. سومی خود داخل آتش فکند، آری آری این بود معنای داداشم اون که دوستش داشتم کشتی. بذار منم بمیرم. من که بیشتر از تو اونو دوست داشتم، آرزوشو برآورده کردم ها. پس تو برام این کارو نمی‌کنی؟ به یکی دیگه بگم؟ سلام. بابا تو چی میخوای از من؟ من نمیتونم. سلام. 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 نمیتونم.
حالا دیگه وقتشه. سلام علیکم. بابا عزیز جنده. ترس عزیزم، اینا دوستای من هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. مواظب باش بابا عزیز، اینجا پر چاله است. اینا چاله نیست بابا جون، اینا قبره. اینا که خالی هم بابا عزیز. اینا هر کدومشون در انتظار صاحبشونن. هوا چه سرده بابا عزیز. گرم میشه ایشالله بابا جون. تا کی میرسیم؟ من دیگه رسیدم، اما تو باید با زید به جشن بری. نه، من بدون تو نمیرم بابا عزیز. با زید برو کمکش بکن که نور پیدا کنه. ولی تو آخر قصه شاهزاده رو برام نگفتی. او مدت‌ها به عمق آب خیره ماند. در نهایت همه او رو فراموش کردن به جز درویش پیر که هنوز از او مراقبت میکرد و غزال که گهگاهی به دیدنش میومد. شاهزاده بر اثر سیر روحانیش دنیای مادی را به سمت دنیای معنوی ترک کرد.
و شاهزاده درویش شد؟ اشتار تو کم کم داری با چشم در میبینی ها. وقتی شاهزاده بیدار شد زیر سایبون لباسای درویش و پیر رو میون شنها پیدا کرد. من یه هدیه‌ای برای تو دارم ایشکا. من هر جا باشم مواظب تو هستم ایشکا. این چیه؟ یادت هست؟ این مهر فرشته است بابا عزیز. برای من لحظه رسیده که باید گم شدم و پیدا کنم. گوش کن ایشتا، این صدای جشنه. با زید برو. باید او یادآوری کنی که برای آواز خوندن اینجاست. با من بیا. ما جيتيش هنا باش ترتاح، هي من القولون. بابا عزیز گفته که تو باید آواز بخونی. من محمد صلی علی محمد محمد صلی علی.
وانا زاهي شيخ ابن الدرعيه جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند. حسن منتظرت بودم. منتظر من؟ منتظرت بودم که شاهد مرگ من باشی. چرا من؟ من که اینقدر از مرگ میترسم؟ درسته. اگه به کودکی در تاریکی شکم مادر بگن که بیرون از اینجا دنیایست پر نور، با کوههای بلند، دریاهای مواج، دشتهای وسیع، باغهای زیبای پر از گل، جویهای جاری از آب روان، آسمان پرستاره، خورشید تابان، ماه درخشان، و تو با شگفتی‌های فراوانی روبرو میشی، ولی تو در تاریکی میمانی. چون کودک از این واقعیت ها هیچی نمیدونه، به نظرش همه اینها ناممکن میاد و باور نمیکنه. برای همینه که از مرگ میترسیم. ولی مرگ نمیتونه نور باشه. مرگ پایان همه چیزه. چگونه مرگ پایان چیزیست که آغاز نداشته؟ حسن پسرم، در شب زفاف من قصه نخور. شب زفاف؟ بله، شب زفاف من با ابدیت. منو تنها بذار، کمی بعد برگرد و منو با شنا بپوشون.
ذره ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند. جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا و در هامون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش